خب آموزش یک نوع خمیر منعطف گلسازی که خمیر چینی هم بهش میگن، ولی این خمیری هستش که نیاز به پخت داره. برای این خمیر ما نیاز داریم به یک پیمانه چسب چوب، یک پیمانه آرد نشاسته، گلیسرین و وازلین که من بهتون میگم با چه کار کنیم. یک قاشق وازلین برمیداریم که قابلممونو، اون ظرفی که میخوام چی کنیم و تشو چرب کنیم که نچسبه خمیر. ما دور تا دور این قابلمه رو این کارو میکنیم. اگه قابلمه نچسب باشه بهتره. نیاز داریم به گلیسرین اون حتما باید 7 قاشق گلیسرین من میریزم توی لیوان. هفت تا گلیسرین. این گلیسرین رو خالی میکنم توی ظرفم و اینم دور تا دور لیوانم رو چرب میکنم و بعدم یک پیمانه چسب چوب دارم. یک پیمانه چسب چوب شمال یا مشهد میریزیم که بعد از پخت و استفاده بیرنگ بشه. اینم خالی میکنیم داخل این مواد خوب با هم دیگه ترکیب میکنیم.